ثروتمندترین کشورهای جهان در سال 2022 و 2023 کدامند؟ اگه قصد سرمایه‌گذاری یا راه اندازی یک کسب و کار خارج از کشور رو داشته باشید، احتمالاً این سوال یکی از سوالاتی که در ذهن شما وجود داره. اگه کنجکاو هستید کشورهای ثروتمند دنیا رو بشناسید یا قصد مهاجرت به خارج از کشور رو دارید، حتما این ویدیو رو تا انتها ببینید. شماره 1، لوکزامبورگ. در طول شیوع ویروس کرونا، کشور کوچیک لوکزامبورگ تونست با مدیریت اقتصادی خوب به یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا با ارزش سرانه تولید داخلی 140,694 دلار تبدیل بشه. لوکزامبورگ در سال 1960 در صنعت تولید فلزات معروف بود و امروزه به دلیل ثبات اقتصادی و آمار پایین نرخ بیکاری یکی از موفق‌ترین کشورهاست. علاوه بر این، از دلایل موفقیت و ثروت لوکزامبورگ، سیاست‌های اون در دریافت مالیات و بیشترین مالیات اون از شاغلین و شرکت‌های خارجی مثل شرکت آمازون تامین میشه. شماره 2، سنگاپور. ارزش سرانه تولید داخلی سنگاپور برابر با 131,580 دلاره. این کشور با اینکه هیچ منابع طبیعی شناخته شده با ارزشی نداره، اما امروزه به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل شده. سنگاپور یک کشور بسیار توسعه یافته در بین کشورهای جهان و قاره آسیا که ثروت و جایگاه اقتصادیش رو مدیون تجارت‌های آزاد و همکاری‌های تجاری با کشورهای سراسر دنیاست. در سال 2011 سنگاپور به عنوان کشوری که دارای بیشترین تعداد میلیونر در جهان شناخته شد. شماره 3، ایرلند. ایرلند یک جزیره کوچیک در اروپا است که ارزش اون 124,596 دلاره و بازار اقتصادی آزادی داره. ایرلند 6 بار متوالی به عنوان بهترین کشور برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی شناخته شده و به خاطر وجود این شرکت‌ها و سیاست‌های دولت، اقتصاد ایرلند جایگاه خوبی پیدا کرده. سیاست‌گذاری‌های خوب ایرلند باعث شده تا امروز ایرلند جزو 10 کشور ثروتمند دنیا باشه. این کشور مالیات‌ها رو از 35% به 12.5% کاهش داده و میزبان شرکت‌های بزرگ مثل اپل، آمازون و غیره است. قبل از معرفی کشور بعدی، لطفاً ویدیو رو لایک کنید. شماره 4، قطر. قطر به عنوان 4مین کشور ثروتمند دنیا با ارزش 112,879 دلاره که این ثروت رو مدیون منابع گازیشه. این کشور 3مین منابع گازی جهان رو داره و علاوه بر این از فروش نفت هم برای افزایش درآمد و رفاه شهروندانش استفاده میکنه. در واقع میتونیم بگیم که قطر به قدری ثروتمنده که شهروندان اون نیاز به پرداخت مالیات ندارند و به همین دلیل قطر پایین ترین نرخ مالیات رو داره. شماره 5، سوئیس. سوئیس یک کشور اروپایی و ارزش او 84,658 دلاره. همچنین یکی از باثبات‌ترین سیستم اقتصادی دنیا رو داره و در سال 2022 شاخص جهانی نوآوری اقتصاد این کشور رو نوآورترین در جهان اعلام کرد. علاوه بر این، سوئیس با سرویس‌های خدماتی قوی در صنعت گردشگری، بانکداری، بیمه و غیره رو داره و در صنعت تولید و صادرات مواد شیمیایی، دارویی و سازهای موسیقی در حال پیشرفته. شماره 6، امارات متحده عربی. امارات متحده عربی کشوری واقع در خاورمیانه و در حاشیه خلیج فارس که معروف‌ترین شهر اون دبیه. شاخص ارزش سرانه تولید داخلی امارات برابر با 78,255 دلاره. امارات منبع عظیمی از گاز و نفت داره که در جهان شناخته شده. با این حال سیاست‌های دولت امارات اینگونه است که اقتصاد این کشور فقط به منابع نفتی و گازی متکی نباشه. به لطف منابع بزرگ نفت و گاز، دولت امارات طی 40 سال گذشته ارزش شاخص امارات 3 برابر رشد کرده. اگه تا اینجا از ویدیو لذت بردی، حتما تا انتهای ویدیو رو ببین. شماره 7، برونی دارالسلام. برونی یک کشور اسلامی واقع در جنوب شرقی آسیا و جزیره برونی و از جنوب با کشور مالزی همسایه شده. این کشور دارای حکومت پادشاهی و قبلا جزو مستعمرات انگلیس بوده، اما امروزه یک کشور مستقله. بعد از جدایی از انگلیس از سال 1999 تا 2008 میلادی، شاخص برونی 56% افزایش پیدا کرده و الان ارزش این شاخص در کشور برونی برابر با 74,953 دلاره.
بیشترین موفقیت کشور برونی در اقتصاد به دلیل منابع نفت خام این کشوره. شماره 8 سن مارینو. سن مارینو کشور کوچکی در اروپا است که ادعا میکنه قدیمی ترین جمهوری رو داره. مساحت این کشور فقط 61 کیلومتره. اقتصاد سن مارینو در سالهای گذشته بسیار پیشرفت کرده و شاخص اون به 70,132 دلار رسیده. سن مارینو این پیشرفت رو مدیون صنعت گردشگری، بانکداری، صادرات و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی به دلیل پایین بودن مالیات در این کشوره. استانداردهای زندگی در سن مارینو بسیار بالاست و واحد پول اونها یوروه. شماره 9 نروژ. نروژ یک کشور کوچیک با جمعیتی در حدود 5,300,000 نفریه و از ثروتمندترین کشورهای دنیاست. شاخص نروژ 77,808 دلاره. ثروت نروژ به دلیل منابع طبیعی و اقتصاد موفقه. دولت نروژ همیشه برنامه‌هایی برای توزیع ثروت بین جمعیت داشته و به همین دلیل تعجبی نداره که کیفیت زندگی در کشور نروژ بسیار بالاست. نروژ جزو بزرگترین صادرکنندگان ماهی در جهانه و معادن زیادی داره. به علاوه دارای منابع نفت و گازه. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو رو دیدید. اگه از این نوع ویدیو خوشتون میاد حتما برای دیدن ویدیوهای بیشتر چنل رو سابسکرایب کنید.